آقای دکتر، من بینی فانتزی میخوام. من بینی میخوام که قوسش خیلی زیاد باشه. من این فرمی رو که الان به شما میگم واسه من درست بکنیم. ببینید عزیزان، در بینی ما چند تا محدودیت داریم در عمل جراحی زیباییش. یک، فیزیولوژی خود بینی هست که شما بایستی تنفستون مشکل پیدا نکنه. طبیعتاً میزانی که ما میتونیم از حجم بینی کم بکنیم و کوچکترش بکنیم محدودیت داره. دوم، پوست بینی هست. میدونین که در عملی جراحی بینی پوست بینی دستکاری نمیشه. در نتیجه مثل یک کش که یه اندازه‌ای میتونه کش بیاد بیشتر از اون پاره میشه. پوست بینی هم در افراد مختلف بر اساس ضخامت، سن، میزان بزرگی که داره، میزان غدد پوستی که داره و عواملی از این قبیل یک اندازه‌ای برای کاهش حجم و اندازه خودش داره. در نتیجه اگر شما یک بینی رو بیشتر از اندازه ظرفیت پوست در جمع شوندگیش بخواین کوچیک بکنین، اتفاقی که میفته شبیه چادر بزرگی هست که روی سپایه کوچیک بندازی. در نتیجه این پوست چون اسکلتی زیرش نداره دچار فرو رفتگی هایی میشه در قسمت هایی و بینی رو دفرمه خواهد کرد. پس دو تا موضوع بسیار مهم هستن: یک، حفظ فیزیولوژی خود بینی و وظایفی که بینی علل اصول داره که شامل تنفس و بویایی میشه، و دوم در نظر گرفتن میزان جمع شوندگی پوست بر اساس اون معیارهایی که خدمتتون گفتم. دومین مسئله در مورد شکل بینی هست. من همیشه مثال میزنم، ممکنه شما اتاق خوابتون رو یک رنگ قرمز جیغ بزنید، همه بیان بگن واو چه اتاق قشنگی، همه ازتون تعریف میکنن. چند روز که میگذره دیگه اون دوستان نیستن، دیگه اون جذابیت رو هم نداره و شما میمونین با یه اتاق خوابی که عوض اینکه درش احساس آرامش و راحتی داشته باشین باعث مضطرب شدن شما میشود. در مورد بینی هم همینه. زیبایی بینی معیارهای استانداردی داره که هر اندازه از این معیارهای استانداردی که وجود داره شما بخواین اصطلاحاً فانتزی تر بکنین این معیارها رو، ممکنه در نگاه اول جذابیت داشته باشه ولی در سالیان بعد از مد میفته و در نتیجه عوض بازخورد مثبتی که باید داشته باشین باعث سرخوردگی و پس زدن از جامعه و دوستانتون بشه. در نتیجه همیشه زیبایی تعریف خودش رو داره و در صورت استاندارد سازی شده. طبیعتاً همیشه در مشاوره ها ما به شما میگیم این معیارهای زیبایی رو که بینی که برای شما درست میشه، بینی برای همه سن و سال شما و در طول زندگیتون زیبایی رو برای شما به ارمغان بیاره. لباس نیست بینی که بعداً اگر دوست نداشتین کنار بذارین. طبیعتاً امکان عمل جراحی ترمیمی هم همیشه وجود نداره و اگر هم وجود داشته باشه به مراتب از عمل جراحی زیبایی اولیه بینی سخت‌تر هست و خیلی از موارد رو ممکنه دیگه قابلیت اصلاح نداشته باشه.